سیستم‌های آحادی که بهتون نمیگن و ازش عبور میکنن بنیان تبدیل واحده و بدون دونستن اون همیشه سردرگم خواهید بود. سلام. این جلسه مربوط به پایه‌ای ترین بخش در تبدیل واحد هاست، یعنی درک صحیح واحدها و تبدیل های اونها بدون شناخت مفاهیمی که امروز بهتون آموزش میدم امکان پذیر نیست. هیچ جای دیگه هم به این شکل مختصر و مفید و در این حال کامل پیداش نمی‌کنید. آشنایی با مطالب آموزشی این جلسه ابزار و قدرتمندیه که در حل تمام مسائل، حتی اونایی که در ظاهر مستقیما مسئله تبدیل واحد نیستن، بهتون کمک میکنه و راهگشاست. در این جلسه ضمن تعریف ابعاد و آحاد، سیستم‌های آحادی و ابعاد اصلی و فرعی هر سیستم رو بهتون آموزش میدم تا از این به بعد نسبت به واحدهای مختلفی که تقریبا در همه درس‌ها و مسائل باهاش سر و کار دارین شناخت دقیق و کافی پیدا کنین. ابعاد جمع بعد و بعد که بهش دیمانسیون هم میگن یک متغیر یا خاصیت فیزیکیه که رفتار یک سیستم رو نشون میده و از طریق درک حسی قابل تشخیصه، مثل طول، جرم، زمان، نیرو، دما، جرم مخصوص و غیره. آحاد چیه؟ آحاد جمع واحده و واحد ابزاریه برای اندازه‌گیری، مقایسه و بیان همون متغیر فیزیکی که بهش گفتیم بعد یا دیمانسیون. مثلا یکی از واحدهایی که باهاش آشنا هستیم متره که برای بیان، مقایسه و اندازه‌گیری طول به وجود اومده. یعنی اگر واحد متر نبود ما نمیتونستیم ارتفاع یا طول دو تا چیز رو با هم مقایسه بکنیم، اون دوتا رو اندازه بگیریم یا حتی ویژگی‌هاشون رو تعریف و بیان کنیم. یا ثانیه که واحد اندازه‌گیری زمانه و اگر نبود نمیتونستیم دو یا چند زمان مختلف رو با هم مقایسه کنیم، اندازه‌گیری یا بیان کنیم. و همینطور واحدهای جرم و دما و واحدهای دیگه که برای همین منظور به وجود اومده. هر سیستمی که بررسی می‌کنیم بیشمار بعد داره، مثل دما، طول، زمان، جرم، نیرو، جرم مخصوص، جرم اتمی و غیره. ولی فقط 3 یا 4 تا از اونها اصلی‌اند و بقیه از روی اون اصلی‌ها به دست میان که بهشون میگن فرعی. بعدها و واحدهای اصلی اونهایی هستن که مستقلن، یعنی برای به دست آوردن اونا رابطه‌ای وجود نداره. بعدها و واحدهای فرعی هم اونایی هستن که از روی واحدهای اصلی به دست میان، یعنی به واحدهای اصلی وابستن. نیاز به توضیح نیست که واحدهای اصلی واحد بعد اصلی و واحدهای فرعی واحد بعد فرعیه. اینکه کدوم بعدها و واحد مربوط به اونا اصلیه یا فرعیه برمیگرده به اینکه داریم با کدوم سیستم آحادی کار میکنیم، چون هر سیستم آحادی بعد و واحد اصلی مربوط به خودشو داره که فقط کافیه اونا رو در هر سیستم به طور مشخص بلد باشیم. تعداد بعد و واحد اصلی تو هر سیستم آحادی هم 3 تا 4 تاست و بقیه واحدها واحد فرعی اون سیستم هست. فقط کافیه اونا رو تو هر سیستم بشناسیم تا کاملا از بلا تکلیفی و سردرگمی در تبدیل واحدهای مختلفی در همه مسائل باهاش روبرو هستیم بیرون بیاد. پس مهمترین قسمت اینه که ما اول بدونیم سیستم‌های آحادی چیه و با کدوم‌هاش سر و کار داریم و بعد بعدها و واحدهای اصلی اون رو بشناسیم. ما 4 سیستم آحادی کلی و در واقع 6 تا سیستم آحادی داریم. سیستم‌های متریک، سیستم انگلیسی مطلق یا FPS، سیستم مهندسی انگلیسی یا گرانشی و سیستم مهندسی آمریکایی که سیستم‌های SI، CGS و MKS سیستم‌های متریک هستند. SI مخفف سیستم اینترنشناله که برای جلوگیری از برخی تناقض‌ها در واحدها در 11مین کنفرانس عمومی اوزان و مقادیر سال 1960 به عنوان یک سیستم بین‌المللی برگزیده میشه. CGS مخفف سنتیمتر گرم ثانیه هست، یعنی کلمه CGS که شامل حروف C، G و S هست ابتدای کلمات سنتیمتر، گرم و ثانیه است. همینطور MKS که مخفف متر کیلوگرم ثانیه است و FPS که مخفف فوت پوند ثانیه است. همونطور که قبل از معرفی سیستم‌های آحادی گفتم، در هر سیستم آحادی بیشمار بعد و واحد داریم که فقط 3 یا 4 تاش بعد و واحد اصلیه و بقیه فرعی هستن. پس حالا بریم بعد و واحدهای اصلی مربوط به هر سیستم آحادی رو یاد بگیریم. طول و جرم و زمان در همه سیستم‌های آحادی به غیر از سیستم مهندسی انگلیسی جزء ابعاد اصلی سیستمه. اما در سیستم مهندسی انگلیسی به جای جرم نیرو بعد اصلیه، یعنی ابعاد اصلی سیستم مهندسی انگلیسی طول، نیرو و زمانه. در دو سیستم MKS و آمریکایی هم به جای 3 تا بعد اصلی 4 تا بعد اصلی داریم، یعنی علاوه بر
طول و جرم و زمان، نیرو هم جزء ابعاد اصلی این دو سیستمه. پس تا اینجا هم با سیستم‌های آحادی آشنا شدیم و هم متوجه شدیم ابعاد اصلی در هر سیستم آحادی کدومه. از اونجایی که شکل بسیار راحت‌تر در حافظه نقش می‌بنده، اومدم هر آنچه به عنوان پایه تبدیل واحد نیاز دارید از ابعاد پرکاربرد با واحدهاشون در همه سیستم‌های آحادی رو به صورت یک تصویر منسجم و یکجا با تمایز رنگ برای واحدهای اصلی و فرعی تنظیم کردم تا به شکل یک تصویر همزمان و کامل در ذهنتون ثبت بشه. برای تمایز بین واحدهای اصلی و فرعی، واحدهای اصلی هر سیستم رو با رنگ قرمز و واحدهای فرعی رو با رنگ آبی نشون دادم. نام هر بعد هم همراه نمادش در سطر اول جدول مشخص شده، شامل طول، جرم، زمان، دما و الی آخر. برای هر بعد هم واحدهاش در سیستم‌های آحادی مختلف اومده. برای مثال بعد طول رو داریم که با L نشون داده میشه و واحدش در سیستم SI و MKS متر، در سیستم CGS سانتی متر و در سیستم‌های FPS و مهندسی انگلیسی و آمریکایی فوت. همینجا این نکته رو دوباره یادآوری میکنم که در سیستم‌های MKS، CGS و FPS نیازی نیست واحدهای اصلی طول و جرم و زمان رو در اونها حفظ کنیم، چون نام خود این سیستم‌ها برگرفته از واحدهای اصلیشونه. مثلا در MKS متر کیلوگرم ثانیه یعنی واحد طول متر، واحد جرم کیلوگرمه و واحد زمان ثانیه است. و همین شکل هم در CGS و FPS داریم. حالا بریم بعد جرم رو در جدول بررسی کنیم که با M نشونش میدن. واحدش در SI و MKS کیلوگرم، در CGS گرم، در مهندسی انگلیسی اسلاگ، در FPS و سیستم مهندسی آمریکایی پوند و پوند مس هست. به نظر شما واحدهای جرم پوند و پوند مس یکی هستند؟ و اگر یکسانن چرا برای یکی از اندیس M به معنای جرم استفاده کرده و در دیگری این کارو نکرده؟ پاسخش رو میتونید در قسمت کامنت ها بنویسید. افرادی که پاسخ صحیح و کامل رو بنویسن بدون قرعه کشی میتونن از یک جلسه رفع اشکال خصوصی رایگان در زمینه تشخیص و رفع مشکلات اساسی تحصیلی به صورت آنلاین که در پاسخ به آنها هماهنگ میشه استفاده کنند. همچنین در صورتی که تمایل داشته باشید نام شما در ویدئوی تقریر از پاسخهای صحیح نمایش داده بشه، میتونید نام خودتون رو هم در همون کامنت ذکر کنید. واحد زمان در همه سیستم ها ثانیه و در سیستم مهندسی آمریکایی از ساعت هم استفاده میشه. دما که با T نمایش داده میشه به دو صورت نسبی و مطلق بررسی میشه که در سه سیستم متریک یعنی SI، MKS و CGS واحد دمای مطلق کلوین و واحد دمای نسبی درجه سانتیگراد یا درجه سلسیوسه. در سه سیستم دیگه یعنی سیستم های FPS، BE و AI واحد دمای مطلق درجه رنکین و واحد دمای نسبی درجه فارنهایت. دقت کنید که برای واحد کلوین از واژه و علامت درجه استفاده نمیشه و صرفاً بهش کلوین گفته میشه، یعنی درجه کلوین نداریم. مقدار یا تعداد ماده که بهش مول میگن رو با N نمایش میدن و همونطور که در جدول میبینین همه جا واحد مول با واحد جرم متناسبه. مثلا اگر واحد جرم در سیستم FPS پونده، واحد مولش میشه پوند مول، یا در سیستم CGS واحد جرمش گرمه، واحد مولش میشه گرم مول. فقط برخلاف انتظار واحد جرم در سیستم SI کیلوگرمه ولی واحد مولش شده مول یا گرم مول که در آموزش مول در این مورد توضیح کامل داده شده و میتونید در صورت تمایل ازش استفاده کنید. فقط هم این استثناء یا ناهماهنگی بین واحدهای جرم و مول در سیستم آحادی SI وجود داره که نیاز داره حواسمون جمع باشه، وگرنه در بقیه سیستم ها متناسبه. از اسلاگ مول هم در هیچ کتاب مرجع مهندسی شیمی استفاده نمیشه و فقط بعضی منابع قدیمی مکانیک این اصطلاح رو استفاده کرده. واحد نیرو یا F در سیستم SI نیوتونه و با N نمایش میدن. نیوتن در سیستم SI یک واحد فرعیه، پس از رابطش با واحد اصلی به دست میاد و در اصل نیوتن کیلوگرم متر بر مجذور ثانیه است. ولی چون بسیاری از واحدهای فرعی رو به افتخار بعضی از فیزیکدانها به نام اونها نامگذاری میکنن، اینجا هم نام این واحد رو نیوتن گذاشتن. اینکه چطور واحد فرعی رو از روی واحدهای اصلی به دست بیاریم در آموزش روابط دیمانسیونی در پلیلیست تبدیل واحد موجوده. به همین ترتیب واحد نیرو در MKS کیلوگرم نیرو، در CGS داین، در FPS پوندال،
در مهندسی انگلیسی پوند ویت و در مهندسی آمریکایی پوند فورس. نماد فشار پی هست و واحدش در SI پاسکاله و با PA نمایش داده میشه. فشار در همه سیستم ها بعد فرعیه، پس واحد پاسکال هم که واحدش فرعیه و از روی واحدهای اصلی به دست اومده و در واقع کیلوگرم بر متر بر مجذور ثانیه است که به اسم پاسکال نامگذاری شده. واحد فشار در همه سیستم های دیگه نام خاصی نداره و به صورت همون واحدیه که با استفاده از روابط دیمانسیونی یا ابعادی به دست میاد. واحد انرژی مکانیکی یا همون کار هم فقط در سیستم SI و CGS نام خاص داره و در بقیه موارد واحدش در هر سیستم آحادی با استفاده از روابط دیمانسیونی و از روی واحدهای اصلی همون سیستم ساخته میشه، ولی در سیستم SI ژول و در سیستم CGS به نام ارگ شناخته میشه که ژول همون نیوتن در متر یا کیلوگرم متر دو بر مجذور ثانیه است که به نام ژول نامگذاری شده و با جی نمایش میدن و ارگ هم داین سانتی متر یا گرم در سانتی متر دو بر مجذور ثانیه است و با ارگ نمایش داده میشه. این هم از اساسی ترین بخش تبدیل واحد که به اشتباه ازش رد میشن، در حالی که دونستنش به شدت لازم و ضروریه. اگر سوالی در ارتباط با این جلسه دارین میتونین در کامنت ها بپرسین. پاسخ سوالاتی که امکان پاسخگوییشون در کامنت ها نباشه رو به صورت یک جلسه مجزا براتون تدریس میکنم و فایلش رو قرار میدم. اینم جلسات مرتبط با این درس که در حین تدریس بهتون وعده داده بودم. البته لینکش در دیسکریپشن هم موجوده برای کسایی که تمایل دارن کمترین زمان رو برای یادگیری بذارن ولی بتونن همه تبدیل واحدها رو به درستی انجام بدن. اگر مطالب براتون مفید و قابل استفاده است در کانال سابسکرایب کنید تا جلسات مورد نیازتون رو از دست ندید. سپاس از همراهیتون و موفقیت همراهتون.